آمدیم به صنعت خودجند تاجیکان ما کدام عصرها دا و اکنون میبینیم چی هستین. اسباب های زرگری، یعنی اسباب زرگری بوده است. درونش هرچی آب میکنن، تیلا آب میکنن، نقره آب میکردن، دست پونه ها اینش بازی بوده است. نبینید چی بوده است. اونجا چشم من دیده نمیتوند. کنی کلام کنیم چی نویسندگی. زیبی چرخی گرخی زیبی گردن بگمونم. زیبی گردن ها خونده نمیتونم. از همون سکلیتی حرفو دیدم. اینش هم دست بونه، اینش هم زیبی گردن بوده است. در حقیقت بزیب بوده است. نبینید زیبی گردن. اینش کدام بویا زیبی گردنی، کدام زنکی نهایت بوی. دید تناشمش سنگ های قیمت بها دارد. زیبی گردن اینش چی باشد؟ برای کجا باشد؟ انامین زنگ ها. اینش قاش تیلویی. این قاش بوده است. اینها بولوده میکن. قاش تیلویی ویش اینش چی؟ اینش هم پیشش با میکند. این پیشونی و بالوی سر و بالوی سر این پیشونی. هم دیور نزیز اینش گوشوار. بسیار بسیار عجایب بوده است. وقتی که اومدید خوجان گذارتون غلطید حتما تماشا کنید. اینش با نوعی شکاتولکا میگن با توجکی چی میشد؟ صندوقچه. اینش چی باشد؟ اینش هم صندوقچه باشد. کنی بلند برداریم چی میشد؟ کلتوق تومور. درونش تومورا میگیرید نه؟ مولا تومور میکنن، تومورا ده همین میبستند در بدنشون. آن هم دیور نزدید نمیدونم. بانی 2 مینوت یا 3 مینوت میگذشت. من یک تاریخ رو به شما گفتم. من باز گوشوارهای بهترین هنه. دیدید چقدر گوشوارهای خوش روی زیبا زنهای ما میکردیم در وقتش. انا این نوار تمام. باز یکو نوار دیگه میگیریم.